بسم الله الرحمن الرحیم. ګران وطنوالو، محترم خویندورونو، ټولو ته سلامونه او نیکی هیله. احترامات خاص به خواهران و برادرانی که اخراج شدند، در حال اخراج شدن هستند یا در آینده اخراج خواهند شد. چشمان اشک‌آلود اطفال ما، پیکرهای خمیده امثالان من، ترس در چشمان خواهران ما، ناامیدی و ابهام راجع به آینده در روی جوانان ما تکان دهنده است. من درد هر فرد افغان را به دل و جان درک می کنم و در این مرحله دشوار تاریخ باید با وضاحت صحبت کنیم که بالای یک دوراهی قرار داریم. از یک طرف اگر خاموش میمانیم تا بحران عمیق‌تر شود، به یک فاجعه بشری مبدل خواهد شد، و یا اراده ملی را انسجام می دهیم تا اساسات ثبات، رفاه، همدلی و همبستگی را با ایجاد اجماع لازمی برای عبور موفقانه از این امتحان تاریخی به کار اندازیم. شما خواهران و برادران محترم که به خانه مشترکتان برمیگردید، انشالله تعالی توانایی‌های فکری، مهارت‌های فنی و ارزش‌های انسانی را دارا هستین تا در همدلی و همکاری با هموطنان ما عامل موفقیت شوید. از استقبالتان توسط قاطبه هموطنان ما از صمیم قلب تشکر می‌کنم. ما باید ثابت نماییم که هیچ افغان از هیچ افغان کمتر نیست و هیچ افغان از هیچ افغان برتر نیست. برخلاف موجودیتتان در کشورهای همسایه، شما دارای حقوق دائمی در خاک مقدستان هستید. هیچ کس، هیچ قوت و هیچ انسان شما را از این حقوق محروم کردن نمیتواند. امروز روز وحدت ملی است. از این امتحان ما امیدوار هستم که با موفقیت انشالله تعالی گذر خواهیم کرد. علائم خطر موجود بود در 2 سال گذشته به صورت واضح و روشن. این مراحل ما خدمتتان عرض کردم. پادکست های اخیر مرم ببینین، برتان معلوم خواهد شد که بدبختانه پیش بینی های ما درست آمد. سر عباد ازی به تفصیل صحبت کردم میتونیم، اما ما خدمتتان میخوایم 3 نکته عمده را از نگاه وضعیت فعلی عرض کنم. 1. جامعه بین‌المللی را که تا چند سال گذشته ما میشناختیم دیگر وجود ندارد. او جامعه در انزملال است و خاصتا مؤسسات ملل متحد و انجوهای بزرگ در یک بحران عمیق اقتصادی یا در افلاس هستند و نشورت دارد. 2. دنیا بدبختانه میدان جنگ سرد بین کشورها گردیده، نه میدان همکاری اقتصادی. همه در هم در مجادله هستند. هیچ کشور مهاجر نمیخواد، نه کشورهای همسایه ما و نه کشورهای دیگر. مهاجر ستیزی به یک فرهنگ نو بین‌المللی بدل شده. 3. 3 کشور در انزواست: ایران، پاکستان و افغانستان. دلایل انزوایش فرق داره، اما به انزوای بین‌المللی است. و پاکستان و ایران که سالها از مهاجرین افغانستان سود برده بودن، امروز تصمیم واضح دارن که مهاجرین اخراج کنن. این به 1 میلیون ختم نمیشه، به 3 تا 6 میلیون نفر خواهد رسید. بنابراین ضرور است که بدانیم که در این حالت با این بحران چطور مقابل میشیم و این بحران چطور مدیریت میکنیم. ای که
در آینده با کشورهای همسایه و این دو کشور چی کنیم موضوع جداگانه است و امید است که در بحث‌های آینده سر از بیاییم. امروز ضرورت عاجل ما سوال عزیز که چی باید کنیم و چگونه اجرات کنیم که این بحران به یک فاجعه بشری بدل نشه، بالعکس به یک فرصت عظیم بدل شوه که حیثیت اراده ملی افغانا و وحدت ملی ما را به جهان ثابت بسازه. خوند دورونو پخوا ایرانیانو ته افغانستان یو لویه د شودو غوا وه. کال کې دوی تر 4-5 میلیارده ډالر صادرات درلودل. موږ کم له کمه 50 کاله دوی ته مفت اوبه ورکړې وې چې میلیاردها ډالر باندې ورسېدل. دلته باید ټول افغانانو ته ثابت سي چې په هر بل نامم چې ځان یادوو نن ګاونډي یوازې د افغان پیس درته ګوري او د افغان په نوم هم باسي. نه مذهبي چارم په درد خوري، نه پخواني ریښې په درد خوري، نه هغه جنګ سالاران چې د دوی کارونه یې کول هغوی هم په درد خوري. د دوی اوازونه چیرې دي نن؟ باټې چې وهلې چیرې دي؟ د خاورو پاللو ته ضرورت لري او د انسانانو پاللو ته ضرورت لري. نو ځکه ضرور ده چې عقل سره ټول کو، زړونه سره یو کو او فکرونه منسجم کو چې لارې برابرې کو. درخواست اول میز که ناامیدی را حاکم نسازیم، بی‌باوری را حاکم نسازیم و همچنین نترسیم. امروز روز است که ما نترسیم، بلکه بالعکس با خونسردی تمام و اراده کامل ملی بتانیم رای چاره رسش فکر کنیم. از این جهت 5 نقطه اساسی است. اول معلومات، بعد از او اولویت بندی، بعد از او امکانات، بعد از او اجراات و بعد از او اساسات. در قسمت معلومات 2 نکته اساسی به کار است. یک، وضعیت فعلی چیست؟ دوم، حداقل معلومات که برای وضعیت فعلی ضرورت به چیست. و در این بخش 2 نوع حساب به کار داریم. یکی چند نفر به حیث فرد و خانواده و با کدام تعلقات اجتماعی، کدام ظرفیت ها و القای اجتماعی دوباره تشریف آوردن و دوم پیشبینی ما راجع به آینده چیست. نوع جمع‌آوری معلومات حداقلش تذکره برقی است. هر فردی که دوباره میایه باید هویتش در یک تذکره برقی ثبت شود. دوم، ظرفیت تحلیل ارقام باید داشته باشه. از کدام ولایت آمدن، از کدام ولسوالی آمدن و امکانات تحلیل باید وجود داشته باشه از این ارقام. اما در قدم اول این ارقام بکار است و دوم تعقیب دوامدار از اینا بکار است تا ما ببینیم به چه رقم خود عیار میکنن. و بازم من میخوام تکرار کنم که برادرها و خواهرای ما که تشریف آوردن دارای ظرفیت هستند که توسط از افغانستان ساخته میشه. طور مثال در بخش ساختمان اینا ظرفیت عظیم دارن که میتونه موجب ایجاد مسکن شود و یا زیربناها ایجاد کنن و یا راههای دیگه است. بنابراین نقطه اول معلومات است. نقطه دوم اولویت است و یا به چند ترتیب اساسی میاد. اول یک تصویر واضح زونها، ولایات و ولسوالی‌های افغانستان بکار است، چون باید به صورت اساسی ما بفهمیم که امکانات در کجاست و محدودیت‌ها در چیست تا بتانیم به اساس از او سرمایه گذاری کنیم. طور مثال 3 بخش افغانستان از نگاه رسیدگی مشکلات جدی دارند. بادغیس، دایکندی، بامیان، ارزگان و سرپل یک حلقه است. زابل، غزنی و پکتیکا حلقه دوم است. نورستان، بدخشان و کنر حلقه سوم است. اکثریت عمده شهرهای بزرگ افغانستان مشکل جدی آب داره. هرات مشکل جدی داره، قندار مشکل جدی داره، کابل مشکل
حیاتی داره و مزار شهید. ازدیاد 100,000 نفر یا زیادتر در هر کدام از شهرها. نکته سوم است که باید به صورت عاجل مسئله انتقالات، آب و نان، کار و مسکن و خدمات حداقل صحی و تعلیمی سرش فکر شد، چون بدون ازی فضای امید از بین میره. نکته بعدیم، امروز در تابستان هستیم، فکر ما همه متمرکز سر گرمی است، خاصتا بادهای موسومی، هوای گرم، نبودن آب آشامیدنی و غیره. پشت سر از این خزان می و مخصوصا انال آمادگی بر زمستان اول بار چیز. اکثریت خانواده‌های ما در زمستان و خاصتا اول بار با مشکلات جدی غذایی دچار هستند. سر مردم صدا کردن همیشه که نیم نان خود تقسیم کنن به جای نمیرسن و افرادی که همیشه چیخ میزنن که مردم نان نیم کنن نیم ثروت خود چرا اختصاص نمیدن. و قسمت سوم ازی ما تصویر خانواده را به کار داریم. به این معنی تعداد نانآور و نانخور به چی طریقه است؟ چند طفل است، چند مسن است، تعداد زن و مرد چیست، جوان و کهنسال. و نقطه بنیادیش اکثریت از اینا را سرمایه‌شان گرفتن، سرمایه مالیشان، هم در پاکستان و هم در ایران. اما سرمایه بشری از اینا نهایت مهم است. این باید به صورت واضح طبقه بندی شه تا بتانی ببینیم که از ظرفیت ها چی رقم استفاده کرده میده. مسئله سوم خواهرها و برادران امکانات است. خاصتا امروز فرصت در ولسوالی‌های حومی شهری ماست و در ولسوالی‌های در مسیرهای ترانسپورتی واقع است. ما ظرفیت خاص برای ایجاد جمع‌آوری و تحلیل افغانی داشتیم و همچنین برای برنامه سازی. امروز تا چه اندازه این ظرفیت داریم؟ حکومت به پنهانی صورت گرفتن نمیتونه. به پرتباندی حکومت داری نیستی که ده. نن روخنایی بکارده. نن ده حضرت عمر فاروق و حضرت علی کرم الله وجهه طریقت شفافیت بکارده. پروخانه باید پوسو چه امکاناتم چه دی. ملی عایداتم چه دی. گمرکات نه چه اخلو. مادن نه چه پانگت جورو. افغانستان غریب نده. موگ غریب فکر لرو. نن فرصت دیده ده چه باید آغا بڑایگانه چه لرو، آغا پانگی چه لرو با آغا باند فکر کو. دا میراولی چلورم برخه ده. چه اجراعات دی. خوان دورون تاریخ یوشه ثابته کرد. هر چم لاس بانده نیوتا وقتی آغا پیسه چه تاس پنامه رازی او ملگرو ملتو تازی یا انجوان تلار لیلی سل افغانیونه شاید لس افغانی مصرف سوی آغام بیا پا فساد بانده. نن پخپلو پخو داره دل پکار دی. پخپلو پخو داره دل مانای دا نده چه بیا نلینا و منطقه نزان باسی. آغا اړیکی باید په اقتصادی ګټو باندې استواري. او دوم سمې برنامه پکار دي. پلانونه، عاجل پلانونه، لنډ مهال پلانونه، منځ مهال پلانونه او اوږد مهال پلانونه. په دغه اساس باندې موږ کولی سو چې هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د اعتماد فضا راسي. ایجاد فضای اعتماد به سفارش نمیشه، عمل است. نظر و توصیه کردن کافی نیست. ضرورت به اقدامات عاجل است و وقتی که اجراعات صورت بگیره. مردم ما قانی مردم است. فراموش نکنین از نگاه تاریخ در دهه سوم قرن 20 600,000 ازبک، 400,000 ترکمن به افغانستان از پاردریا آمدن و در طول سالها به موفقیت رسیدن. در دوره انتقال 2 میلیون افغان در ظرف 2 سال برگشتن. در دوران کووید همه دست به هم دادیم تا از این فاجعه جلوگیری شه و هم احساس همدردی و هم بستگی خود نشان دادیم. امروز بازم ضرورت به ایست، اما باید بفهمید که امروز جیب مردم خالی است. کندایشان خالی شده. امکانات را که جمع آوری کرده بودن
از دست دادن. مردم ما فقیرتر شدن، محتاجتر شدن و از همین جهت محدودیتشان باید سنجیده شد که وضعیت دوباره گشتن باشه و این میریم سر اساسات. کارا برادر عزیز، اجماع لازمه ملی به کار است که برگشت 1 تا 4 یا 5 میلیون افغان به صورت آبرومندانه مدیریت کنیم و این ضرورت تاثیر داره که تمرکز ما بالای انهای فقر و محرومیت باشه. منافع ملی باید بالای منافع گروهی و شخصی حاکم شود. درک وحدت ملی و ضرورت همدلی و همبستگی با برگشت کنندگان حتمی است. از هر نوع خشونت در مقابل از اینا باید جلوگیری شود و گذار به مشروعیت ملی و بین‌المللی ضرور است. افغانستان باید از انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی برآید و این ضرورت گذار سنجیده شده به طرف ایجاد مشروعیت میشه که هم افغان‌ها در خود ببینن. من هیچ وقت با جنگ سالارا و سیاستمدارای مفلس در یک راه نمیرم. اجماع لازمی ضرورت عزیز که حساب گذشتن به صورت واضح شد، اما آینده باید سر گذشته ترجیح داده شد. پیام الهی را که وضعیت هیچ قوم الله جل شانه تغییر نمیده تا وضعیت خود تغییر ندن، باید محک و میار کار خود قرار بدیم. نن دو لاری لرو. صراط مستقیم اوږده لاره ده، اما عزت او برم ته رسیږو او په 300 کلیسه د افغانستان کې به افغانستان په دې وضعیت کې ني. بیا به د عزت خاوندي، بیا به د برم خاوندي. دومه لارم معلومه ده. تپ په ځای درېدل او ځان پټول په وخامت او فاجعې باندې بدلیږي. زه هیلهمند یم چې اوښکې د غم د خوشحالي په اوښکو باندې بدل سي، چې ټولو یو بل ته غېږ ورکړو او موږ کوچنیان په دې باندې باور پیدا کړي چې راتلونکی د دوی ده او په خپل خاورې کې مسون دي. ډار د میرمنو باید په ډاډ بدل سي چې وطن کې خپل حیثیت او وقار بلري. د ځوانانو بې باوري باید په باور بدل سي او موږ سپینګیري باید وسیله د دې سي چې نفاق پر وفاق بدل سي. بې اعتباري په اعتبار باندې بدل کېدای سي او د افغانستان ټول پانګې به د افغانستان د ولس خدمت لپاره په کار واچول سي. که دا لاره ونیسو دا ستونزه به زیری وي چې افغانان د دې توان درلود چې سره له دې چې هر څه را سره وسو او ټولو هیر کړلو، موږ د دې قوت درلود چې په هغه رقم اراده چې احمدشاه بابا پس له تبعید نه او جلاوطني نه تیره کړه او دا مه هیروئ. مازندران کې دوی هم تبعید او راغلل وطن یې جوړ کړ. 300 کلیزه باید بیا د عزت کلیزه وي. زه دې باندې باور لرم او هیلهمند یم چې هلته ورسېږو. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.